اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بی نهایت سپاس فراوان که انتخاب شما همچنان ما هستیم. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره و قصد داریم سوالات شما را راجع به مسائل مختلف اعتقادی از استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر بپرسیم. مثل همیشه آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات افزون. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشم. ان شاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما جاری بشه، آنچه که خیر کثیر توشه، که این بحث‌ها و این گفتگوها درش خیر کثیر هست. در قرآن داریم که و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، به هر کس حکمت داده شده خیر بسیار زیاد داده شده. از من سوال کردن که این حکمت چیه که هر کس داشته باشه خیر بسیار زیاد داره؟ فرمود معرفت الامام و طاعت الرب. معرفت الامام و طاعت الرب. آره. اگر کسی این رو داشته باشه خیر کثیر داره، خیر حکمت کثیر. داره، حکمتی که خیر کثیر. بحث هم که ما داریم در هر دو قسمت هست، هم گریزی به معرفت امام هست غالبا، چون احادیثی که میخونیم خود این حدیث امام رو معرفی میکنه. آره. و هم که طاعت رب هم مستلزم معرفت ربه، که باز تو سوالهای دوستان ما غالبا بحثای راجع به خداشناسی و معرفی پروردگار رو داریم که خلاص این مباحث میشه همون حکمت و حکمت هم خیر کثیره. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داده که ما با شما درباره آنچه که باعث خیر کثیر میشه گفتگو داشته باشیم انشاءالله. انشاءالله. پس ما هممون مشمول خیر کثیریم. بله. الحمدلله رب العالمین. چی از این بهتر، دست شما درد نکنه. اگر صلاح بدونن دوستان من شروع بکنم. ببخشید من سرم پایین میگیرم یه وقتایی به خاطر اینکه اینا رو بخونم مجبورم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم بیادبی نباشه. گفتن برای بچه چطور توضیح بدیم که هر چیزی رو خدا خلق کرده و خدا رو اون وقت بگیم کی خلق کرده؟ هیچ کس، چون خود آست دیگه. بله. خودش آمده، خودش وجودش از خودش. آره. اینا داشت باشن دوستان که علت این که مخلوقات نیاز به خالق دارن اینی که نبودن، هست شدن. بله. ممکن بودن، چون ممکن بود رو مرز بود، نه این طرف بود نه اون طرف. علت میخواد که بیاره او رو به دامن وجود. بله. فقیر بودن از خود، چون هیچی نداشتن. یک غنی باید باشه که به اینها وجود بده. همینطوره که وجود خودش هستی است و وجود خودش ثروت. همینطور علت این که موجودات نیاز به علت دارن حدوثشونه، پدیدار بودنشونه. اما اگه قدیم بودن که دیگه همیشه بودن که دیگه نیاز به کسی که بخواد ایجاد کنه نیست که وقتی هست همیشه هست دیگه. همینطور علتش حرکته. خب هر حرکتی یه محرک میخواد. محرک خدای متعال هیچ کدام از این چیزا نیست. نه مخلوقه، نه معلوله، نه ممکنه، نه حادثه، نه متحرکه. برای وجهی برای اینکه بخواد علت داشته باشه نداره. این اشتباهی است که بعضی از اندیشمندان غرب هم کردن. برتراند راسل که حالا انقدر ازش تعریف میکنن که ریاضیدان و چنان، میگه هر وقت من می‌خواستم از طریق برهان علت و خدا رو ثابت کنم، وقتی میگفتم خب هر چیزی علتی میخواد، گفتم خب پس خدا هم که هست علت میخواد. توجه نداشت که هر چیزی که علت میخواد به خاطر وجودش نیست. اگه به خاطر وجود علت میخواست باید علتش غیر وجود باشه دیگه. عدم باید رو به وجود می آورد. عدم که چیزی نیست که. متوجه نبودن که علت نیاز موجود به علت وجودش نیست، فقرشه، معلول بودنشه، متحرک بودنشه. من چیزی که من گفتم اینا رو بخوایم برای بچه ها بازگو بکنیم. خب بچه که متوجه نمیشه واجب الوجود و ممکن اینا رو متوجه نمیشه. بزرگاش هم خیلی سخت متوجه بچه‌ها. برای بچه باید مثال زد. فرزندم این غذا چرا شوره؟ چی میگه؟ یه چون نمک ریختیم توش. نمک چرا شوره؟ خودش شوره دیگه. شوری نمک از خودشه؟ بله. غذا چرا چربه؟ چون روغن ریختیم توش. روغن چرا چربه؟
خودش چربه دیگه، از خودشه، چربی از خودشه. گرمای آتش به خاطر خودشه. آره مال خودش. هیچ کس آتش رو گرمش نمیکنه. نه. فرزندم، وجود من و تو مثل چربی و شوری غذاست که از خودش نیست، از بیرون بهش اضافه شده. وجود و خدا مثل شوری نمکه که از بیرون بهش اضافه نشده، از ذات خودشه. وجود و خدا از خودشه، او واجب الوجود، وجود از خودش میجوشه. همه عالم از او وجود میگیرن، اما او دیگه از کسی وجود نمیگه. همینطوری کسی نمک رو شورش نکرده، خدا رو هم کسی به وجود نیاورده. خدا همیشه بوده. با این مثال ها مطلب کاملا تو ذهن بچه می نشینه. خیلی خوب. در واقع هر چیزی که شوریشو از نمک گرفته، الا خود نمک که از خودش شورش، که از خودش، از چیزی شوریشو نگرفته. ذات شوره. ذاتش. همه موجودات وجودشون از خدا گرفتن، ولی خدا که واجب الوجود وجودش رو از خودش گرفته. جالبه. خیلی خوب. ما که بچه نبودیم لذت بردیم از این پاسخ. بچه‌ها حتما میبرن دیگه. خواستم خلاصه بگم که قبلا خیلی به اعتقادات پایبند بودم، اما مدتی میشه که خیلی سست ایمان شدم. یعنی نمیتونم من فکر کنم با چنین شخصیتی بخوام از دنیا گذر کنم. تا اینجاش که خیلی همون همینجوریم. و این سستی ایمان از وقتی شروع شد که متوجه خطاها و کارهای نابخشودنی اساتید و مسئولان شدم. و گفتم که اگه اعتقادی هست چرا برای این اساتید نباشه؟ فقط برای مردم بیچاره است؟ لطفاً تو برنامه‌تون راهنمایی کنید. چقدر مهمه کسی مسئولیتی جایی داره؟ بله. خب اشکال ایمان ایشون این بوده که چون ایمان رو از سرچشمه نگرفته. آره. از اون وسط‌ها که آلوده بوده به انواع آلودگی ها از اونجا گرفت. چه مثال قشنگی. آره. بله، اگر ایمان رو از سرچشمش میگرفت به این چیزها ایمانش از دست سست نمیشد. او ایمانش رو از افراد گرفته. آره. افراد هم که کار بدی میکنن ایمانش از بین میره. اصلا ایمان رو باید از عقلش بگیره، ایمان رو باید از خود ایمان بگیره، باید بیاد بررسی بکنه با عقل خودش، با مطالعه خودش، ببینه که آیا اسلام حق هست یا نیست. اینکه افراد مسلمان ها درست عمل میکنه یا درست عمل نمیکنن اون ربطی به اسلام نداره. ببینه که ایمان حق یا حق نیست، خدا وجود داره یا وجود نداره، معاد وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود نداره مراجعه کنه به کسانی که تخصص دارن تا براش 10 تا دلیل بیارن که خدا وجود داره، معاد وجود داره. این حرفا گفته میشه همش درسته. اما اینکه کسانی که حالا اسم گذاشته استاد، از کجا کنه استاد باشن؟ به چه دلیل استادن؟ به همین دلیل که عمل نمیکنن استاد نیستن. به همین دلیل که به حرفی که میزنن پایبند نیستن استاد نیست. کدوم استاد؟ صرف داشتن یه سری اطلاعات نمیشه به کسی. یه اطلاعاتی سری هم مثلا عناوین بی خود. حضرت مثلا فرض کن حجت الاسلام و المسلمین. کو؟ دکتر، مهندس، اینا عناوینه، اینا هیچ. باید ببینیم چقدر با اون عمل و رفتارش سازگاره. باطن چقدره. این که حالا عناوین که دیگه. پس اشکال اولیشون اینه که ایمان رو از بد جایی گرفته، ایمان رو از افراد گرفته، در حالی که باید ایمان رو از عقل میگرفت، از ایمان میگرفت، باید از منطق میگرفت. آقا امیر حسین فرمودند که انظر ما قال ولا تنظر من قال. مشکلشون اینه که ایمانش رو از من قال گرفته، نه از ما قال. شما اون که استاده حرفش ببین چیه، درست هست یا درست نیست، نه اینکه کیه. این فرمایش مولا خیلی مهمه ها. انظر ما قال ولا تنظر من قال. کی گفته؟ باش هر کس گفته. حرف منطقی هست، عقلانی هست، برهانی هست یا خیر؟ نبین که میگوید، ببین چه میگوید. چه میگوید. بله. این یک نکته بعد این که خب شیطان بیکار که ننشسته، کار شیطان همینه. بله. کار شیطان سرقت ایمانه. همینطور. بهانه هم برات جور میکنه خیلی زیبا تا دلت بخواد. آره، کاملا مسلط به شاگردهای خودش و کارهای خودش. برای هر کس یا آقای خواب دیدش
دید که حالا لباس مخصوص اینها یه عده طناب و زنجیر و اینها هم رو دوششه. بهش گفت که اینا برای چی همراه میبری؟ گفت اینا می‌نوزن به گردن انسان‌ها، دنبال خودم میکشم میبرمشون، از ایمانشون میگیرم. آره. گفت چرا بعضیا خیلی قطوره، بعضیا نازوه. گفت اینا دیگه بر حسب افراد فرق میکنه. بعضیا خب خیلی محکم ایمانشون، حتما باید زنجیر قطور باشه. یه زنجیر پاره دید تو این زنجیرها، خیلی هم قطور بود. گفت چرا این زنجیر پارهه؟ گفت این زنجیر رو برای شیخ مرتضی انصاری گرفته بودم، رفتم دود انداختم به گردنش، چند قدم کشیدمش، یک کند زد، شمشیر زنجیر رو پاره کرد، از دستم در رفت. عجب. ایشون شاگرد اصلا شیخ مرتضی انصاری بود که حالا عرض خواهم کرد. بهش گفت خب اونی که برای من، اون طنابی که برای من تهیه کردی کو؟ گفت تو نیاز به طناب نداره، تو خودت دنبالم میای. عجب. خودت وصلی اصلا. آره. به طناب و زنجیر. بلد شیطون که چیکار طناب داره، با طناب میکشه افراد رو. فرداشتم خدمت استادش، گفت که خوابیدم، خندید، گفت که خدا لعنتش کن، راست گفته. من دیروز با خودم فکر کردم چه دیگه پیر شدم، توان راه رفتن ندارم، گفتم برم یه الاغ بخرم که وقتی میخوام بیام درس با الاغ سواره بیام. رفتم تو بازار الاغ فروشا، الاغی رو هم قیمت کردم و اینها. بعد با خودم فکر کردم از چه پولی میخوای این الاغ بخری؟ از بیت المال؟ برو به خود فشار بیار و بیت المال رو صرف الاغ خودت نکن. گفتم میرم پیاده، میرم به خودم فشار میارم، الاغ نمیخرم. برگشتم زد پاره کرد. خب خلاصه این که شیطون بیکار ننشسته. شما خیالتون راحت باشه که او بلده که چطور انسانها رو ایمانشون رو سست کنه. مطلب بعد این که شما یه مطالعه‌ای در زندگی خودتون داشته باشید، یک کجراه‌هایی، دقیق‌تر یه نخاله‌هایی تو ایمان شما وجود داره. اون نخاله‌ها باید شناخته بشه و حتما حذف بشه، وگرنه هنگام احتضار شیطان حتما ایمان شما به سرقت خواهد برد. عجب. اون نخاله‌هایی که وجود داره اونا کار خودشون میکنه. یک تکانه شدید بخواد باشه، اون کار خودشون میکنه. نکته بعدی که عرض میکنم، بخشی از این چیزها جنبه تلقین و جنبه این که به خودش تلقین میکنه که ایمان ضعیف شده و اینها، اینم نباید اعتنا بکنه. شیطان بهش میگه تو ایمان دیگه ضعیف شده، دیگه ایمان نداری. همونطور که اونجا میگه ببین که فلانی که ادعای ایمان میکرد چه کاری کرد، ببینم میگه که تو ایمان نداری، در حالی که اینجوری نیست. خودت باید ببینی که ایمانت چقدر قوی هست، به حرف شیطان نباید گوش کنی. یه نکته هم اینجا من اضافه کنم دیگه به ایشون مربوط نمیشه، و اون این که کسانی که عنوان دارن اینا حواسشون جمع کنن. خیلی مهمه. خیلی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. همین که عنوان داری، تقوا داشته باشی، مضاعف پاداش میگیری. گناه کنی مضاعف کیفر میبینی. از کنم که زمان از سلیمان یه آقایی زد بال یک کبوتر رو شکست. خب اون جفتش اومد پیش از سلیمان، چون از سلیمان منطق الطیر داشت، با پرنده صحبت میکرد. اومد به شکایت که فلانی زده بال جفت من شکسته. سلیمان اون شخص خواستش رو گفت چرا این کاری کردی؟ گفت که خب من حاضرم که رفته بودن که دانه از گندم خرمنش دانه بچینن، زد بالش رو شکست. گفت من حاضرم که هزینه سال اینها رو بدم، هر چی گندم میخوام بهشون بدم، از اون شکایتشون صرف نظر کنم. کبوتر گفت نه. هر چی گفت نه. گفت همه خرمن رو میدم. گفت نه من راضی نمیشم. عجب. بعد حضرت سلیمان گفت خب از چی میخوای؟ گفت میخوام که این چهرهشو عوض کنه، این شکلشو عوض کنه. ما گول این لباس رو خوردیم، گول این چهره موجه رو خوردیم. عجب. اگه این چهره موجه نبود جفت ما نمیرفت از این گندم بخوره. اینا که چهره موجه دارن حواسشون جمع کنن. اعتماد میکنن مثلا. بله، مردم اعتماد میکنن. وقت شما این گناه ها به حساب شما نوشته میشه، شما باعث شدید که عده از ایمان سست بشن، ایمان آره دیگه، چون میدونی اعتماد به او یعنی اعتماد به دین و به همه چی. بعد یه چیز بدم، یه نکته تاریکی توی زندگی اون طرف یا تو رفتار اون طرف میبینه، تعمیم میده به همه اعتقادات و مسائل. خیلی بده که تعمیم میدن. و دیگه حالا مردم اینجوری هستن، ما باید حواسمون جمع کنیم. یعنی بنده به عنوان یک طلبه خیال نکنم که فقط خودمم. نه، مردم خیال میکنن که بنده مثلا مبلغ دینم، چه از ما میبینن و میشنوند و ملاحظه میکنن همه رو به حساب دین میذارن. همینطوره. باید حواسمون جمع کنیم.
این آقا گفته، اینا نمونه ها از اینا زیاد داریم ها، خیلی زیاد داریم. کسانی که عنوانی دارن، مسئولیتی دارن، جایگاهی دارن، حالا تریبونی دارن، اینا باید حواسشون جمع کنن. این حدیث یه بار دیگه بخونم برای دوستان. امام باقر فرمودن یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خدا 70 گناه جاهل رو میبخشه ولی یک گناه عالم رو نمیبخشه. پناه بر خدا. بله. بعضی وقتا خب آدم این احادیث این شکلی رو میشنوه، این که فرمودی و شبیه اینو داریم باز شبیهشن، میگه پس همون بهتر اصلا اون چیزی ندونه ها، یا مثلا نه مسئولیتی داشته باشه نه علم آگاهی. اما از اون طرف هم میفرمودین اگه یه حرف درستی بزنه، کار درستی بکنه، پاداشش مثلا دوره که نمازی که عالم میخونه تا هزاران خیلی فرق میکنه. بله. خب خیلی ممنونم استاد. سلام بشه. اجازه هست؟ خیلی جای دوری نریم، ما زود میایم. ما 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یه صلوات برای امام هشتم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتن خدمت استاد محمد عزیز، قضاوت حضرت داوود علیه السلام در آیه 23 سوره مبارکه صاد چه بود؟ آقای حاجی حسینی از دامغان این سوالو پرسیدن. حضور ذهن دارین الان؟ بله. یه سری افسانه 1001 شب بنی اسرائیل ساختن و متأسفانه تو کتاب‌های ما اومده. اینها 100% غلطه، با اسمت پیامبران سازگار نیست، با منطق سازگار نیست. اونا رو کلا بریزن دور راجع به این موضوع. که 2 نفر اومدن پیش حضرت سلیمان، حضرت داوود. یکی گفت که این برادر من 99 تا گوسفند داره و من 1 گوسفند. به من میگه تو اون 1 گوسفندم بده به من، تا گوسفند من بشه 100 تا، و با فشار و با اصرارم از من چیزی میخواد. حضرت داوود گفت که خب اون داره ظلم میکنه به تو. 99 تا گوسفند داره و 1 گوسفند تو رو نمیتونه ببینه. خب این قضاوت درست نبود. چون قاضی وقتی که کسی شکایت میکنه باید حرف اون مدعی علیه هم بشنوه که چی داره میگه، متشاکی رو بشنوه ببینه که اون چی میگه. حضرت داوود قبل از اینکه اون حرف متشاکی رو بشنود قضاوت کرد و خودش فهمید اشتباه کرده. اینم یه امتحان بود برای حضرت داوود، چون به ذهنش رسید که آیا کسی از من قاضی تر هست، از من بهتر کسی میتونه داوری بکنه. خدا برای اینکه این از بین بره این امتحان رو براش، و خداوند از این کارا مثلا پیامبرانش زیاد میکنه. یه لحظه موسی به ذهن رسید که از من آگاهتر به تشریح تورات کسی هست، بهش گفتم باید به شاگردی از خضر بکنی. اونم با اون دستورهای عجیب و غریب که نباید چیزی سوال کنید تا من توضیح ندادم، نباید حرفی بزنید. و اینجا هم حضرت داوود رو بهش متوجه کرد که اینجوری نگو، ببین که اینجا اشتباه کردی. خب بلافاصله فهمید و توبه کرد و استغفار کرد و خدا هم بخشیدش، تمام شد. این کل قضیه. یه پرانتز باز کنیم. این پس یه چیز دامنگیره برای همه انسان ها از جمله پیامبرانه که یه ذره توی یه چیزی تخصص پیدا میکنیم فکر میکنیم دیگه تا آخرشیم. آره. نه این نکته مهمیه. درسته. ما آدما معمولا توی یه چیزی تخصص پیدا میکنیم دیگه فکر میکنیم تو همه امور دیگه نفر اوله. همینطوره. فوق کل ذی علم علیم. آره. و این مسیری که از این مسیر خدا خیلی رو امتحان کرده، حتی پیامبران ضربه خوردن. بله. بله. فوراً هم باشون برخورد میکنه که آره که حواسشون چه سریع انحرافی نرن دوباره برای بله ایشون فوراً توبه کرد و توبهش هم قبول شد و این اصل قضیه هست. من دیگه افسانه‌های 1001 شب رو نقل نمی‌کنم که حتی ارزش نقلم نداره که تا متأسفانه تو کتاب‌های ما اومده، تو کتاب‌های فارسی اومده فراوان که پس فلسفه طرح سوال هم اون ماجرا بوده احتمالاً. علل قاعده اینجوری آره. اونا دروغ، اونا غلط. دروغ. خلاف اسمت پیامبر، خلاف منطق، خلاف عقل. اونا اسرائیلیاتی است که متأسفانه وارد منابع ما شده. بله. اگه شیطان سرپیچی نمی‌کرد و اطاعت می‌کرد چی میشد؟ زاکری از تهران. آقای خانم زاکری ممنون. عرض کنم که توجه داشته باشن که شیطان فقط ابلیس نیست. خیلی از انسان هم شیطانن، بعضی از انسان هم شیطانن. شیاطین هم که منحصر به ابلیسی که از افراد شیطان ابلیسه.
سوال برای این اساس طرح شده که ما یه شیطان داریم. خب این انسانایی که شما فرمایید خودشون شیطانن ارتباطی با اون ابلیس ندارن، یعنی از اون نگرفتن هویتشون؟ نه، خودشون مستقل شدن. بله از خودشون. خود ابلیس از کجا شیطانتش از کجا گرفت؟ خودش شیطان که دیگه شیطان نداشت، که ابلیس که دیگه شیطان نداشت. بنابراین اینجوری نیست که چون نفس اماره هم هست، راههای دیگه هم هست که پس این که حالا ابلیس اگر نبود شیاطین دیگه بودن. دو، اگر ابلیس اطاعت میکرد خداوند صحنه‌های امتحان دیگری رو ایجاد میکرد. به هر حال انسان باید امتحان بشه. اصلا انسان برای اینکه به مقصد برسه نیاز به امتحان داره، امتحان‌های خیلی متعدد. همه رو هم خدا امتحان میکنه، همه رو امتحان میکنه، ریز و درشت، پیامبر و غیر پیامبر. بنابراین برای امتحان انسان ها نیاز به این گونه سوژه ها بود و خدای متعال حتما این سوژه ها رو فراهم میکرد. نداشتن دوستان که شیطان تکویناً در راستای اراده خدا حرکت کرده و خواست خداست، تشریعاً در مقابل خدا ایستاد. این دوتا از هم جدا بشه. چون که شیطان رو شیطان کرد تخلف از اراده تشریعی خدا بود، نه از اراده تکوینی خدا. شیطان هم مخلوق خداست، اختیار هم خدا بهش داده، اجازه هم خدا بهش داده، مهلت رو هم خدا بهش داده، ولی میتونست بهش مهلت نده. تمرد کرده باید تنبیه بشه، باید بره جهنم، هم موقع میفرستش جهنم، هم موقع نابودش میکرد خدا. اما این که میگه انظرنی الی یوم یبعثون، بهش گفته یعنی من المنظرین، مهلت داری و مسلط میشه. چرا؟ چون صحنه امتحان باید کامل بشه. اینا اون مواد امتحانه، موادی که امتحان انسان باید امتحان بده، اینا از اون مواد امتحان الهی است. بنابراین شیطان رو در مجموع شما در کل نظام آفرینش شیطان رو هم براش جایگاهی ببینید برای کمال انسان ها، لطفی ببینید برای مؤمن که از این طریق مؤمن به مقصد میرسه. خیلی ممنونم استاد. پرسیدن آیا در قرآن به نجس بودن سگ اشاره شده؟ نه خیر، مگر همه احکام تو قرآن اومده؟ بسیار از احکام تو قرآن نیومده، خیلی از نجاسات تو قرآن نیومده که، ولی خب از طریق سنت نجاستش معرفی شده. مطلب دوم این که خب اگر شما حرف قرآن رو قبول دارید باید حرف پیامبر هم قبول داشته باشید، چون قرآن فرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی پیامبر گفت عمل کنید، هر چی هم گفت عمل نکنید منتهی بشید. وقتی پیامبر میگه سگ نجسه، خوش ما باید بگید بله دیگه قرآن گفته، چون قرآن گفته حرف پیامبر حرف خداست. ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا یه پیامبر گفت ما اطاعت نکنیم، بگیم چون خدا نگفته، چون قرآن نگفته. چرا قرآن گفته؟ قرآن گفته از پیغمبر اطاعت کن، از اولی الامر اطاعت کن. بنابراین اگر ما یه حدیث معتبری هم از امام عسکری علیه السلام داشته باشیم باید عمل بکنیم، اگه می‌خوایم با قرآن عمل بکنیم. این متن قرآنه. درست. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. خدا خیرتون بده. ممنون. نکته امری فرمایشی. آقا بخیر باشید. زنده باشید. محبت دارید همچنین. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. ما رو از نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون محروم نفرمایید. سوالات خودتون رو به 3720 ارسال بفرمایید. در فضای مجازی رو هم ما رو همراهی بفرمایید. دیگه کاری باهاتون ندارم. میتونید تشریف ببرین. التماس دعا. یا حق. خدا.